یکم صندلی کنیم برتر. نه برگرد. اگه برگردم به گذشته یه چیزایی هست که نمیتونم بگم. شاید من نباید این پیام رو بدم. روز کارگر را به همه همکارانم تبریک میگم. کار آدم قدرتمند میکنه. من اصلا این صداها تو گوشم نمیرن دیگه. کاری که الان داری انجام میدی همون چیزیه که از قبل بهش فکر کردی. خب کارگر هر روز بیشتر احساس کنه وجودش مهمه. دیده شدن خیلی مهمه برای یک نفر. آدما همشون نیاز به دیده شدن و توجه دارن. همه دوستانی که تو این شرکت کار میکنن 100% یه آرزوهایی دارن که به خاطر اینکه به اون آرزوها برسن دارن اینجا کار میکنن. بیشتر از همه ذهن تو درگیر میکنه. به چی فکر میکنی؟ به خدا شاید باورت نشه ولی آسایش خانواده. خب اومدن کار کنن، باید بعد کار بتونن زندگی هم بکنن. شهامتشو نداشته باشی حرفتو بزنی خب نمیتونی هم از حق دفاع کنی. پس باید شهامتشو داشته باشی و حرفتو بزنی. جوری است که الان من دارم کار میکنم حقوق یک ماه کفاف همون یک ماه رو میده. هیچ پسندازی من ندارم. کلا اوضاع خورده بیریخته. کم حوصله، خسته، بی پول. همیشه برمیگردم به بی پولی. چه چیزی باعث فرو ریختن یک کارگر میشه و باعث میشه اجازه نده که اون به یک بهره وری درست برسه؟ خورد کردن عزت نفسش، اینکه از بالا بهش نگاه کنی، اینکه بهش هر روز تزریق کنی که تو فقط یه کارگری، حدت همینه، سطحت همینه، این نابودش میکنه. هر آدمی رو نابود میکنه. هر چقدر که به چیزایی که دوست داری بیشتر فکر کنی خیلی زودتر بهشون میرسی. تقدیر اون چیزیست که از قبل نوشته شده، شرایط چیزیست که اکتسابی به وجود میاد. اگه شغل دوست نداشته باشی حالا هر چقدر درآمد مالیت هم بالا باشه، درآمدت بالا باشه، فایده ای نداره. وقتی آدمی عاشق کارشه چطوریه؟ حالش چطوریه؟ با کار کردن حالش خوب میشه. به کارگر بیشتر نگاه کن. خدایی زندگیشو گذاشته برای شما. دست‌هایت آینه تلاش روزگارند.